هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آیا تومور کردن شرک است؟ در مورد جایز بودن و یا ناجایز بودن تومور که در آن آیات از قرآن باشد یا نامی از نامهای پروردگار باشد، بین علما دو نظر وجود دارد. یکم گروه اول برای نظرند که هر تومور و تعویضی که در آن نامی از نامهای پروردگار باشد یا آیاتی از آیات قرآن باشد هم جایز نیست و این قول یک چند نفر از علما هست و دلایل این گروه احادیث است که در این بابت وارد شده و آنها را به طور عموم حمل کردند. گروه دوم برای نظرند که هر توموری که در آن آیاتی از آیاتهای قرآن باشد یا نامی از نامهای پروردگار باشد جایز هست و این قول اکثر علما می باشد. مولانا محمد عمر سربازی رضی الله تعالی عنه در کتاب تعویض خود این مسئله را مفصل بررسی کرده است. دلیل طرفین را ذکر کردند و یکی از دلیل‌های جایز بودن توموری که در آن آیات‌های قرآن باشد یا نامی از نام‌های پروردگار باشد این است که امام قرطبی رضی الله عنه در تفسیرش از محمد ابن سیرین رضی الله عنه که یکی از علمای تابعین هست ذکر می‌کند که ابن سیرین میگفت اگر انسان تعویض و توموری که در آن چیزی از قرآن نوشته شده باشد در گردنش آویزان کند هیچ باکی ندارد. تفسیر قرطبی جلد یکم صفحه 319 و 320. و مولانا محمد عمر سربازی رضی الله عنه که یکی از علمای بزرگ احناف است در آخر این بحث به چنین خلاصه آمدند که آن احادیثی که دلالت بر ناجایز بودن تومور میکند و علما آنها را دلیل کردند آن حدیثا در مورد آن تومور است که در آن آیت از قرآن یا نامی از نامهای پروردگار نباشد. پسند خلاصه این دلیل را چنین ترجیح دادند. آن روایت هایی که برای جایز بودن تومور دلالت میکند این است که دارای سه شرط باشد. یکم آن توموری که نوشته می شود باید آیاتی از قرآن باشد یا نام و یا صفات از صفاتهای پروردگار باشد و با زبان عربی باشد. دوم آن نوشتجات هایی که در تومور نوشته می شود طرزی باشد که معنایش فهمیده شود اگرچه از دیگر کتاب های آسمانی هم باشد. سوم شخصی که تومور را می نویسد و یا می گیرد بر این اعتقاد باشد که شفا دهنده فقط ذات پروردگار است و این تومور یک وسیله است. پس در این حالت به اجماع علما تومور جایز هست. اگر از این شرط های سگانه یکیش اجرا نشود جایز نیست. در فتح الباری شرح بخاری جلد 12 صفحه 304 321 322 چنین آمده است. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.